ما افتخار داشتیم اینجا در خدمت دوستان عزیزم از بتون صبحان باشیم. در قسمت بتونی ما سقف وافل دو طرفه داریم. با توجه به تراکم میلیاردی زیادی که داشتیم، دوستانمون از آزمایشگاه بتون صبحان آقای مهندس بستی زحمت کشیدن تشریف آوردن اینجا و با توجه به شرایط طرح ویژه خاص دادن به ما. در حقیقت ما 3040 ویژه داریم. با طرح اختلاطی که به ما دادن، ما شنزدگیمون تقریبا به صفر رسیده و بتون بسیار عالی و خوبی داریم میگیریم. و خب اینجا محدودیت بتون‌ریزی بسیار زیاده به دلیل اینکه باید فقط شب ریخته بشه، تا ساعت 5 صبح باید ریخته بشه و این مسئله ترانسپورت رو بسیار حیاتی میکنه برای ما. ولی خوشبختانه بچه‌های ترانسپورت کارخونه بسیار خوب ساپورت میکنن و ما تا امروز فکر میکنم نزدیک 15 بار بتون ریختیم، هیچ وقت مشکل محدودیت زمانی برخورد نکردیم خوشبختانه. بسیار خاصی که با بتون صبحان داشتیم، البته تو قراردادشون ما از ابتدا دیده بودیم، اینه که QC و تنظیم بار رو در محل خود کارخونه گذاشتیم و تنظیم بار رو کامل انجام میدن، افزودنی‌ها رو خودشون اضافه میکنن. عملاً هیچ نیروی غیر فنی توی مرحله بتون تا تحویلش به محلی که بتون ریزی میشه دخالت نداره. در مجموع تیم ورک خیلی خوب تشکیل شده که قسمت عمده‌اش هم بر صورت لطف و زحمات بچه‌های بتون صبحانه که به موقع، به وقت، در زمان خوب و با کیفیت خوب تا امروز به ما بتون دادن. ان شاءالله امیدواریم تا انتهای پروژه هم با همین روال بتونیم ادامه بدیم. سپاسگزارم.